شهرزاد همیشه به رابطه فیزیکی با آرش خیلی افتخار میکرد، اما اون به تازگی هم متوجه شده بود که انگار به ارتباط فیزیکی که اصلا تجربهش نکرده نیاز داره. انگار دنبال تنوع بود. یه شب بعد از یک روز طولانی و پر از استرس، آرش از اون خواست که بیا با هم یک تجربه جدید رو امتحان کنیم. شهرزادم کمی با تردید نگاش کرد، اما تو دلش خیلی میخواست که این پیشنهاد آرش رو امتحان کنه، چون به رابطهشون حس میکرد رنگ و بوی تازه میده. آرش با لبخند گفت دوست دارم بیشتر به تو توجه کنم. بیا امشب فعالیت فیزیکی تجربه دهانی رو با هم امتحان کنیم، نه فقط برای سرخوشی بلکه برای ایجاد ارتباط عمیق‌تر. شهرزادم از خداخواسته موافقت کرد، چون خیلی وقت بود توی ذهن خودش هم این موضوع میچرخید و اون شب بعد از ساعتی نه تنها هیجان جدیدی رو با هم تجربه کردن، بلکه احساس کرد چقدر رابطهشون قوی تر از قبل شده و این تجربه به اونا کمک کرد تا بیشتر به هم حتی نزدیک بشن و ارزش‌های جدیدی رو تو زندگی مشترکشون کشف کنن. سلام دوستان، من تناز هستم. امروز قراره 6 تا تکنیک از انجام تجربه دهانی برای خانم‌ها رو برای شما به اشتراک بذارم. پس با من همراه باش با رابطه پایدار. یادت نره زنگوله رو بزن، سابسکرایب کن و کانال ما رو با کسی که خیلی دوستش داری به اشتراک بذار که اونم از این نکات طلایی حتما استفاده کنه. میدونی تجربه دهانی برای خانما یک تجربه هیجان بخشه و کاملا متفاوت که اگه بخواد به درستی انجام بشه تو این قسمت کاملا اونا رو به مرحله سرخوشی میبره. پس من امروز میخوام 6 تا تکنیک خیلی مهم و مؤثر برای خانما که به همراه داره براتون عنوان کنم، بلکه باعث میشه که ارتباط عاطفی و نزدیکی بین شما شریکتون تقویتش بالا بره و عمیق و عمیق‌تر بشه. پس با من همراه باش. آغاز آرام و تدریجی. برای شروع تجربه دهانی به آرومی و خیلی تدریجی به نواحی حساس بدن زنت نزدیک شو. این کار به ایجاد احساس راحتی کمک میکنه. میتونید از بوسیدن گردن، سینه ها، گوش ها، لایه های گوش به تدریج شروع کنید و سپس به آرومی به ناحیه کلوچه نزدیک بشید. این شروع نرم و عاشقانه میتونه حس امنیت و اعتماد رو توی شما چندین برابر کنه. تمرکز به نقطه روشن توی کلوچه و نواحی اطرافش. میدونی نقطه روشن و هیجانی یکی از مهمترین نقاط بدن یک خانمه. تو استفاده کن از زبان توی این ناحیه، اونم به ویژه با حرکت دایره‌ای و کاملا ملایم که تجربه خاص رو برات ایجاد میکنه. و حواست باشه یه سری تغییرات حساسیت و یک سری به بی‌نظمی ها حتما دقت کن و هیجان توی نقطه روشن و تمرکز توی این نقطه تجربه رو برای شما چندین برابر میکنه. تجربه کاملا هیجانی و سرخوش. استفاده کن از دستات برای نواحی کلوچه و نقاط روشنش، چون دستات در کنار زبونت میتونه این حس رو چندین برابر توی خانم ایجاد کنه و بالا ببره، مثل نوازش توی سینه ها، لمس نوازش توی داخل ران ها و نقاط حساس دیگرش و هماهنگی بین حرکات دست و زبانت میتونه هیجانهای مختلف و متنوعی رو توی شما ایجاد کنه و باعث افزایش تجربه فیزیکی خیلی خاصی بشه.
تغییر سرعت و شدت رو حواست باشه. یه جاهایی سرعت رو زیاد کن، فشار رو زیاد کن، یه جاهایی کاملا بیا پایین. خیلی آهسته با آرامش پیش برو، چون این تنوع توی این حالت باعث میشه خانم خیلی افزایش هیجانیش بیشتر بشه و حس عمیق‌تر و رضایت بیشتری رو پیدا کنه. تعامل با تجربه دهانی به صورت همزمان، یعنی حواست هست که تعامل با تجربه دهانی توی بخشای خاصی از بدن، مثل نقطه روشنی که توی کلوچمون قرار داره یا قسمت‌های بزرگ و کوچه که این لبه ها، و سپس استفاده کن از زبونت برای لمس و هیجان رو بتونی بالا ببری و حتی با دستات گاه گداری نوازش کن که این روش ها باعث میشه حس کاملتر و هیجانی بیشتری رو بتونی افزایش بدی. ارتباط چشمی و تنفس هماهنگم خیلی مهمه. حتما ارتباط چشمی با طرف مقابلت داشته باش و با چشمات بهش نگاه کن. بگو دوستش داری، بگو تو حالت هیجانی هستی، بگو از ارتباط فیزیکی با تو دارم به هیجان بالا میرسم و رسیدم. تنفس همزمان باهاش داشته باش. صداهای کاملا خاص و جذاب و منحصر به فردی رو برای خودت توی اون لحظه ایجاد کن. با چشمات، با تنفست، با صدات بهش بگو که چقدر توی حالت اوج هستی، چقدر حالت خوبه، چقدر رضایت داری. میدونی دوست خوب من، میخوام تو پایان یه چیزی بهت بگم. رابطه تجربه دهانی یکی از جنبه‌های فیزیکیه که اگر تو بخوای با دقت و توجه خاص انجامش بدی، نه تنها فقط با هیجان و سرخوشی، بلکه ارتباط عاطفی و روانی حتما بین خودت و شریکت باشه و استفاده کردن از این نکات طلایی که من بهت گفتم باعث میشه یه تجربه کاملا خاص و هیجانی رو و حتی منحصر به فردی رو برای خانمت ایجاد کنی و رابطت رو به یه سطح جدیدی رو برسونی که حتی رضایت رو چندین و چندین و چندین برابر کرده. و حالا دوست خوب من، تویی که با من تا اینجا همراه بودی و ارتباط فیزیکی و چالش‌های عاطفی برات خیلی مهمه، یادت نره توی کامنت ها برای من بنویس که آیا تو با تجربه دهانی موافقی؟ رضایت داری؟ و آیا انجامش دادی؟ چطوری بوده؟ تجربه خوبی بوده؟ به هیجان رسیدی؟ چه کار کردی؟ یادت نره توی کامنت ها بنویس و سابسکرایب فراموش نشه. با ما باشید با کانال رابطه پایدار.